فرزند مقبره حضرت جلال‌الدین بلخی رومی را اشتراک کردم و همین سرود اونجا اولینش را خواندم و اشتراک می‌کنم. مسکین و فقیر و کاشانه دنیا با نیک و بدی هیچ کسی کار نداریم با نیک و بدی هیچ کسی کار نداریم با نیک و بدی هیچ کسی کار نداریم یا خدایا